وظیفه اساسی میوه کدام است؟ وظیفه اساسی میوه محافظت و پهن کردن تخم می باشد. بافته های گذراننده کدام وظیفه را اجرا می کنند؟ نمودهای آنها را نامبر کنید. وظیفه اساسی بافته های گذراننده حرکت آب و ماده های غذایی حل شده را در رستنی تأمین می نماید. بافته های گذرانندگی دو نمود می شوند: کسیلیما، فلوئیما. چگونه رستنی ها را رستنی های تلامی می نامند؟ آب سبزه ها را رستنی های تلامی می نامند چون که آنها ریشه، پایه و برگ حقیقی ندارند. در عین حال چند نمود آب سبزه ها موجودند. در عین زمان تقریباً 30,000 نمود آب سبزه ها موجودند. برای چه رنگ آب سبزه ها سبز است؟ سبب سبز بودن رنگ آب سبزه ها در آن است که در حجره های آنها پیگمنت خلوروفیل موجود است. معنای لغوی خلامیدوماننده چیست؟ خلامیدوماننده از کلمه یونانی گرفته شده معنا دارد موجودات ساده ترینی که آن را لفافه پوشیده است. خلامیدوماننده را از روی ساختش به کدام نمودها جدا می کند؟ خلامیدوماننده را از روی ساخت بیرونش به گرد شکل، تخم شکل یا ناک مانند جدا می کند. خلامیدوماننده به واسطه چی حرکت می کند؟ خلامیدوماننده توسط قمچینک هایش که در نوک باریک پیشی حجره جایگیرند حرکت می کند. معنای لغوی خروماتوفور چیست؟ خروماتوفور از کلمه یونانی گرفته شده معنایش رنگریز یا رنگ دهنده می باشد. خلورولا با کدام راه افزایش می کند؟ خلورولا فقط با راه غیر جنسی افزایش می کند.